دادگاه نویه خراسان ولایت ختلان خبر داد که ساکن نویه عبدالرحمن جامی عایشه شریپووا بر اساس قسم دویم ماده 130 بند 10 کودکس جنایتی تاجیکستان در کودک ربایی گناهکار شناخته شده به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم شد. بر اساس حکم قاضی پرونده رحمانزاده شهروند شریپووا با سبب فرزنددار نشدنش در نزد خود مقصد گذاشته است که طریق پنهانی از شعبه تولدخانه نویه عبدالرحمن جامی غیر قانونی یک نفر طفل نوزاد را ربوده صاحب فرزند شود. برای عملی نمودن نقشه تعریض کردهش ماه فوریه سال 2022 توسط تلفن موبیلی به شوهرش عاید حامله شدنش خبر بر دروغ داده، من بعد مدت 9 ماه در زیر لباس تنش در قسم شکم لطه و هر گونه متاع بسته خود را برای اطرافیان همچون حامله وانمود کرده است. سپس برای اجرای نقشه تعریضی نمودش بیگاه 23 سپتامبر سال 2022 به شعبه تولدخانه نویه جامی آمده از رفتن نوبدار استفاده برده در حال با روی تریزه وارد دالان شعبه تولدخانه شده. سپس به یکی از حجره نزدیکترین یعنی حجره طبابتی وارد شده کودک نوزاد را ربوده با خود برده پنهان کرده است. صحنه 30 سپتامبر سال 2022 در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی طفل نوزاد در حالت خوب سلامتی دریافت کرده شده به مادرش برگردانیده شده است. این قضیه سال گذشته سر و صدای زیادی را به پا کرده موج واکنش ها را به بار آورده بود. برخی رفتار این زن را محکوم کردند، برخی دیگر می گفتند که وضعیت او را درک کردن ممکن است، چون که عایشه شریپووا به گفته خودش از ترس آنکه شوهرش او را برای بی فرزندی طلاق می‌دهد و به خاطر از طعنه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. اون وقت گفته میشد که مادر کودک رخشانه رحمانووا ساکن نهای گلستان نویه جامی هنگام دزدیدن طفلش در شعبه ریانیماسیا در حالت وزنین قرار داشته است و تا چند روز از دزدیده شدن طفلش خبر نداشت. دزدیدن طفل نوزاد در تاجیکستان حادثه خیلی کم نظیر است. قسم دوم ماده 130 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای کودک ربایی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. در پایان سال 2021 یک زن 29 ساله را با اتهام دزدیدن کودک شیرمک از درمانگاه طبی شهری رقم 13 یا سابق پلیکلینیک رقم 1 شهر دوشنبه دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه بامداد احمد و نگاره رستموونا سال تولدش 1992 زاده دهه کمپیرقلعه جماعت چهارتپه نویه رودکی که در اسار سفر کرده بود به سبب دیر باز کودکدار نشدنش به خاطر از طعنه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. نگاره احمد و آن کودک را خودم نفت تولد کردم گفته به خانه‌اش به اسار برده است و به شوهرش که در روسیه در مردکاری قرار دارد نیز زنگ زده خوشخبر رسانیده است که ببین چه کودک زیبایی برای تو به دنیا آوردم. مردم از اصل واقعیت تنها وقتی خبردار شدند که کارمندان پلیس صبح 1 دکامبر آمده به دستان نگاره احمدووا زولونه زده او را بردند و کودک را به مادرش سپاریدند.